ساختارها و نظامهای حال حاضر جهان بر اساس دیدگاهی از پیشرفت سازماندهی شدند که افراد را صرفاً سودجو و خودمحور می‌بینند. در دیدگاه فعلی افراد برای کسب سهم هرچه بیشتر از منابع مادی جهان با هم رقابت می‌کنند و در نتیجه محیط زیست و همگی ساکنان زمین صدمه می‌بینند. برای پاسخ به بحران اقلیمی لازم است ساختارها بر اساس درکی از پیشرفت که در هماهنگی با یگانگی نوع انسان است باز تعریف گردد. یگانگی نوع انسان به وضوح این حقیقت کمک می‌کند که رفاه حقیقی باید شامل رشد و شکوفایی همه مردم و کره زمین باشد. بدین ترتیب سیاستمداران، تولید کنندگان و مصرف کنندگان نه بر اساس سود شخصی بلکه با هدف پیشرفت به نفع همه مردم و محیط زیست تلاش می‌کنند. طبیعت و شگفتی‌های این زمین میراث مشترک تمامی مردمان است و همگی به عنوان امانتداران کره زمین برای حفظ نظم و تعادل آن مسئولیت دارند.